بگو لرز بریدم تو لرز بریدم بگو یا خدا بگو یا خدا دا بطری یا نه؟ دا کن لرز بریدم سه درد کنه سلام نگاه شامل یک کنی خستی که تابان موسش لا تنه خدا تایخ دولار دار خلاص کادو کن بابت دوی دور پس سیسنی بریم دار بگو یا خدا بگو یا خدا لرز بریدم حالا طاقت داشت اگه گشت یک کارش که بیان میرو من رخ مسلم من خیلی بریم هایی کار کنه هم دست جمع ولی تبره پیشم دوی دره دستم درد کنه همین دا ایزری پیزنه درد کنه زنه سرم تو لرز جمع دکتر والا ری ممنون این دکتر بیا یا نه آنها بگذی یعنی ته برو همونو بریم شما تیش دست داره داره هاش دلی که دست همینه زنی میرسه میره ترسا ما چادر خوبه اینو دست مزان شما و بیم مثلا نانو مزا بگم همین بارون چیزای تو هم تو چه همین تو چه خیسته بتر تو نزو یه چی ده درجی رفتم دا یه چی ده بالا ایشا باشه یه سفشینه کنان دایی تیمونه خمو تیش پیانه در بخدای چی سرگذشت چی بی سرگذشت سر بتایی نه دست اصلا همونطور که خواهی نه و سالی همون هم خواه خوش در بارش داره هم مزای هماهنگی کنیم هم بریم باز بگردیم اصلا یاد نیا تو یاد نیا چو بی جنان ای دار بو تا کدیش چه تقا دایم تا و تا بو تا تی چمر تا چه هر سیام حضرت الله تماسامو فراموشش خدا نه جروتش بی هر سی شما ها ندام فقط با طور بره یوم زیر دار یه دون بگی ورسی بانی متای کنم سر جربی آمازی برم زلوش ندیمش نره ندیمش نره یو او من با همون جرم هم هست راست یا دا راست دا یه طاقت تو دواری شافت دا یک کنه چی منی نسش توش نره بالا تابرم رای دوم نه دو رو میان دا تلون زیرا تلون راستی کن دست کنه ایده دمو تا 60 اینه در کنه ایری درد کنی یه خود دریم خود بخدا یه خود استثار کنه بالا خوبی بود برام همون دو تلفن بیاری برای من یارانه خب آواز توی درونه بود تا بیام دا فتیلا دا که خدا یک قرص سیبری یه سیبری مسش تا من دو دره بینم یارمان باشد حواس تو ادا حواس تو حواس تو بود تا ما بیم تو خدا دو همون رو هم راه نه
خاطر تو یه زمان بعد ماینه کردی من دارم گفتی از سمت پرد شد کمی درد رو باید خدا اذیت میکنه یه راه هم نبوده هست که اون نازی میشه زحمتی برات نیست امانیش میکنی نه عکساشو نگاه بکنیم اتفاقا عکساش هم آماده شد یا چشم دارم اینجا با هم بریم نه زحمت رو کسی سیم نمیکنه اطلاعات میدازنه ولی اون راه میکنی داری بس من باید بریم آجوی بفهم بفهم یابون و توی کوه دشت چیکار کنی یه چاره نداری چیکار کنم تو نمیم توش برد یه توانایی مالی نداری بیم توش هر یه مادیه تو روستا اینجا گاو گوسفند چیز داریم اونجا سخت برامون تو شهر خدا بزرگه یالا بفرم آجوی بفرم نه بخدا نه شما بفرم اصلا صاحبخونه بفرم نمیشه اصلا راه نداره بفرم آجوی سلام علیکم خسته نباشید خوبی سلامتی دکتر خوبی سلامت باشید دکتر بسازم بفرمایید بیمار بلک کنم خوبی سلامتی دا بگو تا دکتر معاینت کنه یواش دکتر باش رفاقه حالتون خوبه سلامتی قربان شما سلام کجایی بدنتون درد داریم درس دردی کنی ایزان وای چه برم وسترم هر زیجا با میتونم چه سر کلی بدنم دردی نه عکسایی که ما گرفتیم سی تی اس که ما گرفتیم مشکلی از بابت کمر نداشتیم فقط دستون از دو جا شکسته بود و یک چبودی هم تو ران چپ داشت در زیاد دردی کنی دانش دردی تنها خدا پایدارت بود یک کاری سیم میکن که درس بلا یه سر درد خدا که بزرگ ما هر کاری از دستمون برآمد واسه انجام میدیم دست درد من اصلا کناسی تو یه عکسات رو نشون بدم اینجا عکسش آوردی بله بدم خدمتتون فقط گفت کلاش شکسته بود دکتر دستش از دوزاش شکسته بود همین دست چپشه درسته بله این عکساش هست خدمت شما عکسش دیگه میشه عکسش چیزی که شما دیام این بچه ها سلطندیش نکام همون داشت کس ببینی داره خب دکتر وقت کوبستنی و چیزا داره فقط تو ران ران چپش ها بله اون بگیرم وقت دکتر این زنانش چیه خود به خود بعد مال دردشه یا ما چیشه میگه تب لرز میشه به نظر یاز به تابولار خود رفتی به درد نداره حالا شاید بحث سرما اینجا باشه که منم خدای از بیرون چون اندازه هوا خیلی سرد بود اون شما اینجا تحمل میکنید دستش هم داره شکسته بود داره کم کم دیبوت پیدا میکنه خودش درد داره مثلا استخوان ندارم سیف میشن خود درد ولی توصیه میکنه هر چی مثلا هر چه زودتر خوب بشه قلب گاوی گوسفندی اینا که مقوی ان کلسیم دارن واسش بخرید آپس بهش بدین ان شاء الله زودتر خوب دست در دو جلال فشار شام ببینید فشارش میگیرم دست در نکنم خواهش میکنم ادون شبا چی می‌نوید ما بخوام آیا دو قرض قلم گاو کلپاتی چیزی خوب براش کلپاتش هم خوبه بله حالیه خیلی شب چی بود شو خیلی درد داره ایمانا نیره بخوستیم میگم مشکل از همون درد استخوناش داره سیف میشه داره چم بهبود پیدا کنه درد از همون داره فشار می اصلا فشارش سوی دست در خواهش میکنم باش ای دو خواهش میکنم دست
رفتارشون عالیه، نرمال هست. نرماله 12 رو 8. در چی نفر کن بهتر الان قرص دل واسه آوردم، قرص کلسیم آوردم، با یک مادم رو دستشون مالش بدیم برای بعد یه ام‌آرآی واسهتون می‌نویسم. خب ارزم موضوع یه سی تی اسکن شما اینا رو وقتی انجام دادین بعد یه 10 روز 15 روز دیگه اینا رو جوابشو من میدم، جواب نهایی رو بهتون میدم. حالا دکتر الان ما که مثلا زیاد دسترسی به شهر اینا نداریم نوبدیش چجوریه؟ جانم ما نوبدی داشته اون چجوری جنانی نوبدی ارزم موضوع نبودی ام‌آرآی سی تی اسکن بعد یه کد رجعی بهتون میدم، درست چون وضعیت اورژانسی هست یه کد فوری بهتون میدم میری بیمارستان بستش میره واسه ام‌آرآی سی تی اسکن انجام میدم. دست در کنید اگه کار کنی ممنون میشم آی دکتر دست مو تنجه پولن زیاد دارن که بریم مثلا خوبش کنیم دستش. خب این دیگه زیاد وزن خوب نیست. یه توی دارن این خب منم واسه همه می‌نویسم که دیگه هزینه خصوصی ندین تو بیمارستان. البته هزینه ازشون میگیره ولی هزینه تو بیمارستان دولتیه با روستایی اینا بیمه بیمه داشته روستایی که باشه داشته بیمه باشیم روستایی بله. دست در نکنه چند تا باتون شما اشاره هستیم 3000 روستایی دست در نکنه خیلی ممنون آی دکتر همه را زحمت کشیدید که آبگیلو این سرما انشالله امید به جبران باشه. نه وظیفه رو میخواد چیکار کنیم؟ پیرزن سبابی پیرزن از درسش شما دکتر فقط یه سالیه ما این مثلا کفشش رو موقع که ما خودمون نیستیم مثلا داخل محرم خانمامون تو خونه هست مثلا کفشش میخواد طوری بنویسی چی مثلا این ساعت بنویسی کمه بوسه است خب نفس تنی که میگن نفسم میگیره این قلبش چیزی معاینه نمیکنه؟ استرسی داره مشکل قبلا مشکل رو داشته یا نه حالت اینجوری شده؟ تازه مثل رسم جوش نه از ترس مثلا شوکه شده مثلا جوش بار هر طور شد مثلا مشکل پیدا کرده الان زنش یه معاینه براش انجام بدین همه راز البته شرمنده های دکتر ضربان قلبتون خوبه نرماله ولی استرس چیز داره قبلا یا الان نه میرسی های دکتر یه قطعش شمارش رفت این ازش شمارش دنبال شمارش میگشت میرفت موقع که میذاش میرفت شمارش گم کرد ما به قول ما لوریا معلیا بهش میگیم جهر ولی شما فارسی بهش میگیم کو ارتفاع از ارتفاع افتاد پایین در این دستش شخصیت من خودم فکر از اون موقع فکر کنم شوک یا استرس بهش وارد شد حالا این شوکی که بحث ترس بهش وارد شده خودش بعضی مدتی برطرف میشه ولی شارژ پیدا کردیم شارژ نه هنوز خب دیگه استثمال همونه که آقا پیداش کنه نکنه دیگه استثمال شوهرش هست حالا شما من اگه خودتون مایل باشید بخواید مثلا بیماری افسردگی پیش روانشناسی دیگه خود معرفی کنه مشکل دست در نکنه امید بخواد همین ما شارژ پیدا میکنیم راضی دایی چه بخره ممنون دست نه چای درسته اما دست در نکنه ممنون زحمت بهتون بدم دست در دست در نکنه دنیا معلومه شما تو من دارم آقای دکتر در خدمتتونم بعد دنیا بود چه چیزی بخریم نخریم چه چیزی چه کنیم آره مشکلی نیست نه عذاب قطعه چی ما غریبه من پماد واسهشون می‌نویسم واسه مالش هم دردش رو جمع می‌کنه هم دست در هم وقت کلسیم واسهشون می‌نویسم که اینا رو استفاده کنه یکی شب یه بار یکی هم روزی یه بار روزی یه بار دست در دست اینا رو برش نیست ممنون میشی فهمیدن خدمت شما ممنون این داروان خواب آوره تو تایم خودش بهش بدید ولی مشکل نداره خدا شاخ نمیریم پشت ماشین یا چیزی بشینه خانه فقط استراحت کنه دست در خواباره بهتره یه ذره هم از این فشار استرس کمتر بشه روش ولی زیادم بخوای از این دارو بهش بدید احتیاط پیدا می‌کنه دیگه نه همون فقط رومو مصرف خودش رو مصرف خودش رو همون ساعت درجی بهش بدید دست در نکنه ممنون تو آیداری شلاب تو جبران کنیم براش خواهش می‌کنم وظیفه‌مون هست برم دست در نکنه زود رفت چای چای واسه آیداری حالا ما چای خور نیستیم ولی چون تعارف کردیم چای آتیشی هم خوردن ممنون توی در بعضی از زندگی ما همین نه خواهش شاید بشید زنیم شرمنده باش ایزا شما باید گذشت وقتی گذشت خواهش می‌کنم گذشت از خدا خواهش می‌کنم ممنون تیم باز زحمت داریم خواهد شرمنده
بفرمایید. دست در نتی که زحمت کشید. خواهش میکنم چیکار دکتر فقط یه سالیه. نه من بعد نهار بهش بدم بعد شام نه اینا اول باید غذاشو پر بخوره، شکمش پر باشه که غذا این دارو نه خواب آور هست. درست. که با شکم پر بخوره بهتره. دست در نکنه. بفرم. ببخشید دیگه مزاحمتون نمیشن. خدا ان شاء الله هر چی تو خوب میشی. کم درد داره ولی چم بهتر میشه خدا. میگه زحمت کشید. قربان شما سلام. فقط تاکید نکنم حتما ام آر آی سی تی و عکس 8 زودتر آماده کنید. چشمتون روشن. این داروهاش هم به موقع بهشون گفتم. خواب آوره موشه احتیاط بدید. همه چی به موقع باشه. حالا میمون یه شامی چیزی. خدا تعارف نکنه. من از بابت چای کنم. اصلا نکنه ممنون. زحمت شما با ببخشید که مزاحم وقت شد. شامی یه لقمه نون خوب نون کاری برنامه میکنیم بعد هم دیگه خودم میرسونم دیگه از انقدر زحمت شد دیگه سلام کنیم بعد بگذره یه شب بعد بگذره شما بزرگوار دست در نکنه خیلی ممنون ان شاء الله هر چیز زودتر بهتر بشه مادر بفرمایید زحمت کشید ممنون از ممنون زحمت کشیدی ممنون بفرمایید ممنون دست در نکنه. سلام باشید سلام باشید خواهش میکنم بفرمایید دکتری داخل اینجا کوه و صخره است ما تو شهر هستیم و دکتر دست در نکنه یه لحظه منم بفرمایید. خصوصی با تو در مورد این مریض سلامش باشید چی نداشت ما اونجا صحبت البته یه نکته خوبی هم اشاره کردیم چون زن اونجا بودن گفتن مسکن نیست صحبت کنن بله ولی از فشار و مثلا ضربان قلبش خیلی زیاد ضربان قلبش و مشکل قلبی هم داره یه جم اگه برید سی تی اس چن از قلبش رو بگیریم من چیزی خودشون نفهمن من به خاطر همین گفتم بله چون الان استرس هم داره واسه شوهرش گم شده و هرچی مثلا بیشتر استرس داشته باشه ضربان قلبش میره بالاتر یه بار میبینید دیگه قلبش وای نیست سی تی اس چن رو انجام بدید حالا اومدین ان شاء الله دواخونه اینجا بیمارستان یه سی تی اس چنی یه مارای چیزی هر چی که شما نمیشه بالاخره اونجا بیمارستان خودش که همه چی داره یا تشخیص بله. متخصص همه امکانات همه چی هست سی تی اس چن ام آر آی رادیولوژی مثلا جواباشو براتون ما در خدمتیم ولی سعی کنید هر چه خبرایی که بهش میدین خوش مثلا خبرای خوش بهش بدین بله فضای دورش فضای شاد باشه زیاد فضای استرسی و غم نباشه باشه چه باشه اون کارو به خاطر همین نمیشه جلو خانم ما مثلا صحبت میکنیم شاید مثلا سلام نه بفهم آقا من یا دکتر برسون ممنون دکتر واقعا زحمت